салом бинандагони азиз, имрӯз 26 феврал аст ва шумо дар пахши мустақим барнома ахбори озодиро тамошо доред ки бароятон дар 15 дақиқа тозатарин ва муҳимтарин матолиби Тоҷикистону ҷаҳонро хулоса мекунад. Нахост сархати мавзӯъ. муовини раиси шаҳри Кӯлобро дастгир карданд. зоҳиран барои тақсими ғайриқонунии замин як мушкили ҷиддӣ дар Тоҷикистон дар миён аст. назарҳои гуногуни мақомоти Тоҷикистон дар бораи ширкати шаҳрвандони кишвар дар ҷанги вайронгари Украина. чу шаҳрванди Россия гирифта онҳоро ба низои мусолиҳона сафарбар мекунад. шаҳрванде ки шаҳрвандии Россияро надорад, шаҳрванди мо ҳасту меравад, ин ҷиноят аст. толибон кодекси ҷиноии навро қабул карданд. занҳо беҳуқуқтар мешаванд ва ҷазоҳои золимона мегиранд. مناسبتی به احترامانه نسبت به زنان قابل قبول نیست. این از روی مسلمانی و شریعت نیست. این رفتار طالبانی است. мақомоти интизомӣ Алишер Бобоҷонзода муовини раиси шаҳри Кӯлобро боздошт карданд. манобаи радиои Озодӣ дар мақомоти тафтишотӣ гуфтанд ки Алишер Бобоҷонзода рӯзи 23 феврал боздошт шудааст ва ӯро ба сохтакорӣ ва тақсими нодурусти замин гумонбар медонанд. Алишер Бобоҷонзода муовини раиси Кӯлоб дар умури сохтмон ва замин буд. мақомот парвандаи ӯро тавзеҳ надоданд ва наздиконаш ҳам аз суҳбат бо радиои Озодӣ худдорӣ карданд. дар гузашта даҳо мансабдор барои тақсими нодурусти замин аз вазифа ронда ва бархе ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. ҳамин ҳафта аз оғози ҷанги Русия бар зидди Украина расо 4 сол пур шуд. дар ин муддат ҳазорон муҳоҷир аз Осиёи марказӣ аз ҷумла зодагони Тоҷикистон ки барои кор ва пешбурди зиндагӣ ба Русия рафта буданд бо ҳар шева ба ҷанги алайҳи Украина пайвастанд. ҳарчанд дар гузоришу пажӯҳишҳо аз ҳузури садҳо ва кушта шудани даҳҳо тоҷикистонӣ дар ин ҷанг хабар дода шудааст, вале то кунун мақомоти тоҷик ҳеҷ як нафарро дар ин замина ба ҷавобгарӣ накашидаву гузашта аз ин рақами мушаххасеро ҳам эълон накарданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод. با وجود 4 سال جنگ روسیه در اوکراین و رسانه شدن حضور صدها زاده و شهروند تاجیکستان در این جنگ به نفع روسیه، رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان شرکت شهروندان کشورها در این جنگ نمیپذیرند و میگویند آمار وجود ندارد. این در حالی است که طرح اوکراینی خدشه‌شد ماه اپریل سال 2025 نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که به طور قراردادی به نفع روسیه جنگیدند و دهها بار از مرگ شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین خبرها نشر شده است. هرچند قانونگذاری تاجیکستان برای شرکت در نزاع‌های مسلحانه کشورهای خارجی جزای سخت پیش بینی کرده است، اما منصبداران تاجیک توضیح دیگر دارند. قسم زیادی آنها وقتی میروند شهروندی فدراسیون روسیه را قبول میکنند. البته ما میدونیم که دو شهروندی است، لیکن همچون شهروندی روسیه گرفته آنها را به نزاع مصالحانه سفربر میکنند. خصوصا در شهر مینسک من با خانم اسکالکو در این باره صحبت کرده بودم و هم خیلی میگوید که همچون شهروندی ما با همجا را سفربر کرده میشوند. اون شهروندی که شهروندی روسیه را ندارد، شهروندی ما هست و میرود، این جنایت است. از آغاز این جنگ دهها خبر و گزارش‌ها و عکس و ویدیوها درباره شرکت، اسارت و کشته شدن تاجیکان در رسانه‌های گوناگون به نشر رسید. شبنم آدینه‌زاده ساکن دهه کاسه‌تراش شهر پنجکین ماه دکامبر سال 2025 در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینه‌زاده آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و از آن زمان بی‌درک است. از آن پیش موجود دولت و ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفته بود که پسرش شریف بیگ ذوالفقارov ماه اکتبر سال 2022 از زندان به جنگ در اوکراین برده شد. از آن زمان تا حالا هیچ تماس یا خبری از او ندارند. دادستانی کلی تاجیکستان اقرار می شود که تا کنون هیچ پرونده در این زمینه باز نشده است. معلومات دقیق نیستند، گرچند این مراجعات ها هم باشند، بعضا مراجعات قطعی خود ما به جانب روسیه مکتوب میفرستانیم که مثلا خیش تبار شهروند مراجعات کرده است که او رو حل نبردن مجبور میکنند یا رفته در محاربه اشتراک کند. وقتی که ما درخواست میکنند یا این حالت ها تصدیق نمیشود یا همین حالت همین خود شهروند در از حدود این دولت برآمدگی است، میخواد جواب است. برای همین در سال 2025 یگان پرونده جنایتی اویدی اشتراک در زد و خوردهای مسلحانه
در اوکراین نسبت شهروندان تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان از جانب پروکاتورا یا اینکه یگان دیگر مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شدگی نیست. کودکس جنایی تاجیکستان برای جلب و شرکت شهروندان تاجیکستان در نیزه‌های مسلحانه به نفع کشورهای دیگر از 12 تا 20 سال زندان جزا مقرر کرده است. اما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید آنها در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند. در جنگ اوکراین شهروندان چقدر جنگ کردیسن نکردیسن ما یگام ثبوت هم نمیبریم، یگام عهده‌داری هم نداریم در این مسئله. دیگه مثلا یگام نفر برای اشتراک در جنگ اوکراین به جایگاه جنایتی کشیدن نشده. شهروندان تاجیکستان بیشتر از محبس‌های روسیه با شرط آزاد شدن از ادامه ادای جزا و دریافت شهروندی این کشور برده می‌شوند. همچنین صدها مهاجر تاجیک شکایت دارند که پس از صدور کمترین قانون ویرانکنی در حال از سوی مقامات قدرتی روسیه پیشنهاد جنگ در اوکراین به آنها کرده می‌شوند. همچنین به برخی از مهاجران دیگری تاجیک حتی در فرودگاه‌های روسیه این پیشنهاد کرده می‌شود و یک دلیل بازپس گرداندن آنها از فرودگاه‌ها نپذیرفتن این پیشنهاد است. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. طول یک ماه اخیر مسئولان وزارت و اداره‌ها در تاجیکستان اوید فعالیت یک ساله خود به خبرنگاران حسابات دادند. اصلا روزنامه‌نگاران این نشست‌ها را ماه‌ها انتظار می‌شوند تا به سوال‌های بی‌جوابشان از شخصان اولی وزارت و نهادهای دولتی پاسخ بگیرند. اما به گفته آنها این ملاقات‌ها تا رفت کمرنگ شده و به یک منبر خواندن حسابات خشک و تعریف کاری منصبداران تبدیل یافته است. این بار نشست‌های مطبوعاتی چگونه گذشتند؟ همکارم ارشاد سلیمانی در گزارشش خلاصه کرده است. از یک موسم نشست‌های خبری تا دیگرش شیوه برخورد منصبداران تاجیک با سوال‌های خبرنگاران تغییر می‌یابد. اکنون جدیت کمتر دیده می شود و جای آن را بی‌پروایی، گریز سوال، بهانه‌جویی و طلب آشکارای سوال ندادن می گیرد. بی‌پروایی همچنین سبب اعلان معلومات ناصحیح و زید و نقیص هم می گردد. مدیریت زندان و بازداشتگاه ها یکی از رشته های کاری وزارت عدلیه تاجیکستان است، اما وزیر عدلیه این را نمی‌پذیرد. و من با توجه به اون صلاحیت و وکالت و آگاهی‌هایی که شما دارید می‌خواستم بپرسم که حادثه بازداشت‌های شهر خوجند را شهر می‌داد که واقعاً یگان حادثه شده است یا نه؟ شما خودتون چی خبر دارید؟ تا جایی ما خبر داریم در اونجا یک حادثه چی شده است؟ بله تیرپرانی گفتن شده است. این جنایت است، قانونی هست و نیست؟ بله خب شما چی گفتن؟ علاقه صلاحیت ما نیست. همین کار شده است یا نه؟ این از من نپرسید شما. اما با سوالی که عصبانیت وزیر عدلیه را به بار آورد، داستان کل پاسخ آرامانه ای داد. 31 январ سال 2026 روزانه 3 نفر محکوم شده ای که با جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی ادای جزا می‌نمودند با مهلت از 12 تا 14 سال آنها از آزادی محروم گردیده بودند و کارمندان مؤسسه هجوم نمودند. بعضی آمار و تحلیل های منصبداران دو نهاد در یک موضوع زیدی همند. برای مثال سبب کمچین و گرانشوی گوشت چاروا در دو نهاد چنین پیشنهاد شد. چاروای کلان شاهدار 2,789,000 رسیده است. این هم زیاد شده، قریب 100,000. چاروای مایده نسلگیری هم زیاد شده. بوز گوسفند قریب 3 میلیون شده است سرشمارش. سبب اساسی کم بودن چاروا است در بازار. عامل اساسی کم بودن چاروا این قیمت شدن خوراک چاروا است. اولا دیگه کم وارد شدن چاروا به بازار جمهوری میباشد. معاون وزیر معارف از جای نداشتن مشکلی نارسایی آموزگاران در مکتب‌های تاجیکستان صحبت می‌کند، ولی آژانسی نظارت در ساحه معارف حرف‌های او را با آمارها انکار می‌کند. علاقه پورا ما نارسایی کادری نداریم، غیر اختصاص 697 نفر داریم که کلان با اینها نیز کاربری رفته ایستاده است و نارسایی کادری نداریم. با حالت 20 دکبر سال 25 معین گردید که نارسایی آموزگاران در 374 مؤسسه تحصیلات عمومی 245 واحد کاری را تشکیل می‌دهد. با دلیل بسته شدن رسانه‌های مستقل تاثیرگذار و محدود گردیدن آزادی بیان، سالهای اخیر در نشست‌های خبری از سوی خود خبرنگاران موضوعهای حساس پرسیده نمی شود.
نشست‌های خبری امساله نسبت به نشست‌هایی که چند سال پیش و سال 2019-20 بود نسبتا آرامتر بود. بله مسئله‌های جدی‌تر کمتر مطرح می‌شد. به دلیل کاهش رسانه‌های مستقل سالهای اخیر روزنامه‌نگاران زیادی رسانه‌های دولتی به این نشست‌ها می‌روند که عمدتاً یا سوالهای موافقه شده می‌دهند و یا سوالهای تبلیغاتی. دستگاه ریاست جمهوری هم بار نشست‌های خبری را جنببست و تحلیل نکرده است. حالا میرویم به افغانستان که در آنجا رهبر جنبش حاکم طالبان ملا هیبتالله آخوندزاده کودکس نوی مرافعوی جنایی را جاری نمود. منقدان میگویند این کودکس تبعیض را از روی جنس و مقام اجتماعی قانونی میکند. عملا طالبان در افغانستان نظام نابرابری را جاری نمودند که در آن منصبداران و مردم عادی برای یک جنایت به طور مختلف مجازات خواهند شد. همکارم کیامرسی عطا در این باره گزارش میدهد. کودکس نوی مرافعوی جنایی با امضای ملا هیبتالله آخوندزاده رهبر طالبان نظام جزا و مرافعه‌های دادگاهی را که قبلا به فرمانهای آخوندزاده بر اساس تفسیر خود او از قانونهای شریعت تکیه می‌کرد به نظام درآورده است. هرچند قرار و فرمانهای پیشتر زیاد تنقید شدند، کودکس نو با انتقاد بیشتر روبرو گشت. در این حجت اهالی رسما به صنف‌ها تقسیم کرده شده است. مثلا مولوی یک زینه بالاتر از ملا یا دانشمند دینی نشان داده شده است و اگر شخص اشرافزاده و یا ثروتمند باشد با او جزاهای سبکتر تطبیق می شود. برای جنایت وزنین ممکن است تنها سرزنش کنند، یعنی مناسبت تماما دیگر است. با همین راه طالبان از خودشان حمایت میکنند. در کودکس نو رهبر عالی طالبان در مرافعه‌های دادگاهی علیه زنان برخورد نابرابر را نگاه می‌دارد. حامیان حقوق مثال می‌آورند برای مردی که همسرش را بیرحمانه زده است 15 روز حبس پیش بینی شده است، در حالی که برای تشکیل خروس جنگ تا 5 ماه محرومیت از آزادی پیش بینی می شود. موقع زنان در این حالت دهشتبار است. زنان را به دستگاه‌های تولد فرزند و خدمت به مردان تبدیل دادند. این هم با معیارهای اسلامی حنفی و هم با فرهنگ افغانها کاملا مخالف است. در هیچ فرهنگ افغانستانی‌ها چنین مناسبتی به احترامانه نسبت به زنان قابل قبول نیست. این از روی مسلمانی و شریعت نیست. این رفتار طالبانی است. دینشناسان که قبلا قانونی بودن شیوه فرمان و قرارهای هیبتالله آخوندزاده را زیر شبهه گذاشته بودند، از کودکس مرافعوی جنایی نوی او نیز انتقاد کردند. برخی از علمای اسلامی رهبر عالی طالبان را در صادر کردن فتواهای خودسرانه متهم می‌کنند. به نظر تحلیلگر فریدون هادیزاده، هیبتالله آخوندزاده توسط کودکس نو می‌خواهد تمام قدرت را در دست خود نگاه دارد. Хайбатулло Ахундзаде неповиновение его приказам уже криминализируется. این قدرت مطلق رهبر طالبان را مقرر می کند که اطاعت نکردن به فرمانهای او جنایت حسابیده می شود. یعنی هر کسی که از فرمانش سرپیچی می کند جنایتکار است. این رسمی کنونی آن است که امیر نهاد آخرین عدالتجویی می باشد. سرچشمه افکار مذکور است تعلیمات طالبان برمی آید که طبق ایدئولوژی آنها امیر یک پیشوا است که همه باید به او اطاعت کنند و سخنش قانون است و نباید زیر شبهه برده شود. Его слово не может быть подвергнуться даже тени сомнения. سازمان ملل متحد نیز به تصویب کودکس مرافعه جنایی نو واکنش نشان داده از پیامدهای آن برای مردم عادی افغانستان اظهار نگرانی کرد. طالبان رسما خود را پیروی مذهبی حنفیه مینامند، اما محققان میگویند که طالبان بیشتر به مکتب تفکری دیوبندی تکیه میکنند. این روش بیشتر محافظه‌کار مذهبی در یک جایگی با معیارها و عنعنه‌های قبیلوی پشتونها به علمای طالبان امکان میدهد که قانونهای شریعت را به طور خود شرح دهند. دوستان عزیز، با امید مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای خواندن اخباری از این بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org در خدمت شما است. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند لطفاً به ما نویسید. فردا ما با خبرهای نو